Hello everyone، سلام به همه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم در مورد یکی دیگه از زمانهای زبان انگلیسی به نام past perfect با هم دیگه صحبت کنیم. Let's go! سلام، من توکتم هستم، مدرس زبان انگلیسی. توی کانال Journey with English میخوایم زبان انگلیسی رو متفاوت یاد بگیریم. بریم سراغ مبحث امروزمون با یک ویدیو کوتاه. خب همینطور که توی کلیپ دیدین چه اتفاقی افتاد؟ بله، هواپیما حرکت کرد و مسافرات دیر رسیدن. فرض کنیم اینجا فرودگاه اینا مسافران و اینجا هم که پرواز هواپیماست. نقاشی منو نگاه نکنید. خب من 2 ساعت اینجا نوشتم، 5 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر. ببینین هواپیما ساعت 5 پرواز داشته و ساعت 5 هم تیک آف کرده، ولی متاسفانه مسافرها کی رسیدن؟ 7 بعد از ظهر. یعنی وقتی مسافرها رسیدن دیگه هواپیما نیست، توی فرودگاه نبوده، رفته، پرواز کرده. 2 اتفاق در گذشته افتاده. یکی از اتفاقها زودتر از اون یکیه، یعنی پرواز هواپیما زودتر اتفاق افتاده، بعد مسافرها رسیدن. اگر ما بخوایم این ماجرا رو برای کسی تعریف کنیم، میایم این اتفاقی که زودتر افتاده رو با چی میگیم؟ با کدوم استراکچر past perfect. و اتفاق دوم یعنی چی؟ رسیدن مسافرها رو به صورت simple past بیان میکنیم. الان من اینجا جمله کاملش رو براتون نوشتم، چون میخوایم این 2 جمله رو با هم در کنار هم بیاریم، باید بیایم این 2 رو با هم ترکیب کنیم و اون اتفاق زودتره رو به صورت پرفکت بیانش میکنیم، اتفاق دومی رو به صورت ساده. حالا بریم ببینیم. The plane had taken off when they arrived at the airport. میگه هواپیما پرواز کرده بود وقتی آنها به فرودگاه رسیدن. پس past perfect چیه؟ برای توصیف کاری که قبل از کار دیگه انجام شده یا ممکنه انجام نشده باشه به صورت منفی. پس اگر بخوایم این ماجرا رو برای کسی تعریف کنیم، این اتفاق اولی رو باید به صورت past perfect بیاریم. حالا بریم در ادامه کاربردها و استراکچر، منفی کردن و سوالی کردن past perfect رو با هم دیگه یاد بگیریم. حالا ببینیم کاربردهای past perfect چیا هستن. Number 1. Describe a past action that happened before another past action. دقیقاً همین مثال هواپیما و مسافرها. حالا اینجا من یک مثال دیگه نوشتم براتون. میگه توصیف یک اتفاقی که در گذشته افتاده قبل از یک اتفاق دیگه. پس اون اتفاق اولیه یعنی همون پرواز هواپیما. Someone had eaten my food when I opened my lunchbox. میگه یک نفر غذای من رو خورده بود وقتی من ظرف غذامو باز کردم. لانچ باکس یعنی ظرف غذا. پس یه نفر غذای منو قبلا خورده بود، یه اتفاقی که قبلا افتاده. Number 2. To talk about time up to a certain point in the past. میگه چی؟ یه اتفاقی، یه عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده. ببینین she had established her company before 2008. میگه اون باز کرده بود کمپانیشو قبل از سال 2008. این 2008 مون چیه؟ این تاریخ مشخص است، تاریخ خاصه. پس قبل از 2008 این اومده چیکار کرده؟ کمپانیشو افتتاح کرده، باز کرده، راه اندازی کرده. پس برای این اتفاق که قبل از این تاریخ خاص بوده ما میایم از چی استفاده میکنیم؟
past perfect استفاده میکنیم. Number 3, for an event that was only a short time earlier than before now that use just. اوکی؟ میگه برای اتفاقی که فقط چند لحظه زودتر قبل از همین الان اتفاق افتاده، یعنی همین الان که من اینجا وایسادم دارم تدریس میکنم، اون اتفاقی که چند لحظه قبلتر افتاده، یعنی به زمان حال من نزدیکه. پس میشه بگیم که برای توصیف عملی که بلافاصله قبل از عمل دیگه رخ داده، یعنی قبل از این که من تدریسم رو شروع کنم اون عمل اتفاق افتاده، که در این جور موارد از قید جاست استفاده میکنن. جاست خیلی کاربردیه. جاست یعنی همین چند دقیقه پیش، همین چند لحظه پیش. حالا مثالش رو براتون میگم. She had just left the room when the police arrived. میگه چند لحظه قبل از اینکه پلیس بیاد اتاقو ترک کرده بود. اون اتاقو ترک کرده بود، یعنی قبل از اینکه پلیس برسه. حالا با هم دیگه بریم استراکچرش رو یاد بگیریم. خب طبق معمول همه زمانهای زبان انگلیسی رسیدیم به بخش استراکچر یا ساختار زمانمون گفتیم پست پرفکت هست. اگه یادتون باشه ما توی کلیپ پرزنت پرفکت به طور کامل در مورد پرفکت ها و نحوه استفادهشون توضیح دادیم. اگر اون ویدیومون رو ندیدین که لینکش رو میذاریم اینجا، حتما برین اون پرزنت پرفکت ها رو ببینین، بعد بیاین پست پرفکت رو ببینین. اوکی؟ خب گفتیم ما اول نیاز به چی داریم؟ سابجکت داریم. توی پرزنت پرفکت ها گفتیم سابجکتمون هر چیزی میتونه باشه، هم از اسم ها، اسامی یا سابجکت پروناونس ها، هر چیزی میتونه باشه. اینجا هم همونه، کلا سابجکتمون میتونه هر چیزی باشه. توی پرزنت پرفکت گفتیم بعد از سابجکت میایم از have و has استفاده میکنیم، ولی توی پست داریم در مورد گذشته صحبت میکنیم، به جای have و has از چی باید استفاده کنیم؟ فعل کمکی had. پلاس دقیقاً مثل همون present perfect باید از past participle استفاده کنیم و ادامه جمله که rest of the sentence میشه. خب حالا بریم مثالمون رو بخونیم. My brother had solved 5 math problems before I completed 2. میگه برادرم حل کرده بود 5 تا از مسئله های ریاضی رو before قبل از اینکه من 2 تاشو کامل کنم. اوکی؟ پس این اتفاقی که برادره 5 تا از مسئله ها رو حل کرده زودتر افتاده، زودتر از خواهرش یا برادر دیگهش تموم کرده. ببینین my brother سابجکتمونه، فاعلمونه، پلاس had فعل کمکی had یا auxiliary verb had، پلاس پی یا همون گفتیم past participle میشه قسمت سوم فعل. قسم solve از فعلهای با قاعده هست که ایدی میگیره. در مورد فعلهای با قاعده و بی قاعده به طور کامل توی کلیپ‌های گذشته ساده، present perfect، گذشته افعال to be من قبلا براتون توضیح دادم. اگر که اون ویدیوها رو ندیدین لینک مخصوصا گذشته ساده و افعال to be رو میذاریم این بالا، حتما برین اون کلیپ‌ها رو، اون ویدیوها رو ببینین. نکته‌ای که الان اینجا مهمه توی past perfect ها اینه که past perfect ها گفتیم از 2 تا جمله تشکیل شده، یعنی 2 تا اتفاق رو داریم میگیم. پس حواستون باشه اون اتفاق اولیه، ببینین از اینجا تا اینجا یک اتفاقه، از before به بعد یه اتفاق دیگه است، یا از اینجا تا started یک اتفاقه، از started به بعد یه اتفاق دیگه است. ببینین این اتفاق اولیه رو که اول افتاده که من نمبر 1 گذاشتم به صورت past perfect می نویسیم و اتفاق بعدی رو، اتفاق دومه رو به صورت گذشته ساده یا past simple یا simple past می نویسیم. حواستون رو خوب جمع کنین، اشتباه نکنین. فقط اتفاق اولیه به صورت past perfect نوشته میشه. اوکی؟ و این که شما میتونین این جملات رو هم جا به جا کنین. میتونین اول اینو بنویسین before I completed 2 math problems my brother had solved 5 of them. Okay? Or before we got there the movie had already started. پس هیچ مشکلی با جابجایی جملات وجود نداره. شما میتونین به راحتی جمله دومو بیارین اول بنویسین، اولو ببرین بعد بنویسین. جمله past perfect میتونه بعد هم
قرار بگیره. اینجا میتونه قرار بگیره. خب طبق معمول باز ما میخوایم بیایم این زمانمون رو منفیش کنیم. دیگه فکر کنم تا الان یاد گرفته باشین منفی کردنشون و سوالی کردنشون. خیلی راحت و ساده. همین جمله رو بخوام منفیش کنم بلافاصله میام یک نات، باز دوباره یا end بعدش قرار میدم. به همین راحتی شما میتونین my brother hadn't or had not solved 5 math problems before I completed 2. برادرم کامل نکرد 5 تا مسئله رو قبل از اینکه من 2 تاشو انجام بدم. یا the movie hadn't already started before we got there. میگه قبلا شروع نشده بود. به همین سادگی و راحتی شما منفیش کردین. حالا اگه بخوام این جملات رو خلاصه بنویسم، my brother had چجوری خلاصش نوشته میشه؟ میتونم بنویسم my brother این به صورت خلاصه نویسی. یا the movie اوکی؟ the movie. و همین راحتی میتونین خلاصه بنویسین. خب برای سوالی کردنش هم گفتیم فقط کافیه had بیاد اول جمله قرار بگیره، فاعل بیاد بعدش قرار بگیره. Had the movie already started before we got there و question mark. میگه آیا فیلم شروع شده بود قبل از اینکه ما آنجا برسیم؟ به همین راحتی جاهاشون رو عوض کردیم، تبدیل به سوالی شد. و یک نکته مهم دیگه، اگه بخوایم یک معادل برای past perfect توی زبان فارسی پیدا کنیم، میتونیم بگیم past perfect با ماضی بعید به صورت ماضی بعید معنی میشه. ماضی بعید اگه یادتون باشه میگفتیم رفته بودم، رفته بودی، رفته بود، رفته بودیم، رفته بودید، رفته بودند. به این صورت معنی میشد. میتونین اینجوری ترجمهش کنین. حالا بریم سراغ WH question ها. خب رسیدیم به بخش WH question ها. طبق معمول جمله بهمون میدن یا مثلا میخوایم از کسی با WH question سوال بپرسیم. الان اینجا 2 تا جمله براتون نوشتم. She had gone to Paris. میگه اون رفته بود به پاریس. اوکی؟ حالا میخوایم ازش بپرسیم کجا رفته بود؟ با WH question میخوایم سوال بپرسیم. کجا به زبان انگلیسی با WH question میشد چی؟ Yes میشد where. گفتیم بعد از WH question مون باید چی بیاریم؟ فعل کمکیمون رو میاریم. Where had. بعد فاعلمون رو میاریم. she. و فعل قسمت سوم فعلمون. فعل اصلیمون رفته بود. پس قسمت جواب رو از جمله حذف میکنیم. حتما این اصلی ترین کاریه که باید انجام بدیم. و question mark. Where had she gone? او کجا رفته بود؟ پس جوابش میشه she had gone to Paris. اون به پاریس رفته بود. جمله بعدی my sister had fed the dogs. میگه خواهرم به سگها غذا داده بود. داده بود. حالا میخوایم بپرسیم کی به سگا غذا داده بود. my sister که جوابمونه حذف میکنیم. WH question مون میشه چی؟ who. اوکی؟ فعل کمکی had fed. فعل اصلیمون قسمت سوم فعلمون the dogs. question mark. who had fed the dogs. میگه کی به سگا غذا داده بود. my sister had fed the dogs. اینم طرز سوالی کردن با WH question ها و تمام. و نکته آخر رسیدیم به قسمت قیدها که من چند تاش اینجا باز براتون نوشتم. مثل قیدهای present perfect هست. کاملش رو میتونین سرچ کنین و پیدا کنین. After, before, still, already, never, ever, just, yet. I had never seen her before. من تا حالا اونو ندیده ام یا ندیده بودم. I had never. دقت کنین never که توی جمله میاد معنی جمله رو منفی میکنه. شما نشان منفی توی جمله نمیبینین ها، ولی never که میاد معنیشو تبدیل به منفی میکنه. هرگز ندیده بودم، ندیده ام. خب و نکته آخر در مورد تفاوت سیمپل پست و پست پرفکت. ببینین گفتیم سیمپل پست در یک زمان مشخصی توی گذشته اتفاق افتاده و دیگه تموم شده رفته. تموم شده. ولی پست پرفکت هم همونه ها، توی گذشته شروع شده، توی گذشته اتفاق افتاده و اون اتفاق افتادن چی بوده؟ یک عمل دیگه بعدش اتفاق افتاده.
پس اون عملی که زودتر اتفاق افتاده رو بهش میگیم past perfect و عمل بعدش رو میگیم گذشته ساده. امیدوارم با اون کلیپ کوتاهی که اول ویدیو براتون گذاشتم بهتر past perfect رو یاد گرفته باشین. و قبل از اینکه حرف آخرم رو بهتون بگم ازتون میخوام کانالمون رو سابسکرایب کنین، ویدیوهامون رو لایک کنین و زنگوله رو هم فعال کنین. و در آخر 4 تمرین براتون گذاشتم. تمرین‌ها رو حتما انجام بدین. امیدوارم که past perfect رو به خوبی یاد گرفته باشین. Have a good day. Bye bye.